از استاد محیدین کبیری خواهش میکنیم که تشریف بفرمایند و سخنرانی خود را در موضوع چشمانداز بروند گذریش از مرحله دیکتاتوری به جامعه دموکراتی. اگر استاد تشریف بیارن بفرمایید. به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیران عزیز، بار دیگر تبریک میگویم یکی شما را هم به جشن استقلالیت و هم به امضای پیمان ملی تاجیکستان. و اینجا برادر بابا جان عنوان سخنرانی مرا اعلان کردند و باید بگویم که هر اون چیزی که من در اینجا از قبل نوشته بودم و آمادگی برای یک سخنرانی داشتم همش در اینجا گفته شد. من اینو جدی میگم، هم درباره تاریخ استقلالیت، هم درباره زحمت‌های استادا، هم درباره آنکه چگونه تا امروز انتقام گرفته ایستادن از استقلال خواهان. و خیلی عجیب است. حالا اگر این نشر شود حتما بعد خودتون حرفای خودتون رو در اونجا خواهید خواند. دیگه اون حرفای من نیستن، شما خودتون گفتید. بنابراین من اینجا دیگر اینا کنار میگذارم، چند نقطه دیگری رو که حالا در ذهنم هست بداهتا خدمتتون عرض خواهم کرد. فقط از برادر بابا جان خواهش میکنم که ستول شبیرد اونجا بشیند، بعد 5 دقیقه جنه ایستد که مونده میشود. من کمتر طولانی صحبت میکنم دیگر بهوده پاشت عذاب نتید. واقعا وقتی درباره استقلالیت صحبت میکنیم، سال گذشته یک نکته را کمتر اشاره کرده بودن، امروز کمتر وسیع‌تر خدمتتون میخوام عرض کنم. و بسیار خوب شد که علی امروز بار اول گفت که منم استقلالیت رو نهایتا قبول کردم. دیگر سال گذشته گفته بود که سال گذشته میگفت که تاجیکستان هنوزم به استقلالیت واقعی نرسیده است. من هیچ کس تبریک نمیکنم، ولی امسال بالاخره اعتراف کرد. اینم یک قدم خیلی بزرگ است. به فکرم در تاجیکستان دیگر اون کس نمون که استقلالیت را قبول نکرده باشد. حتی کسانی هم که بر ضد استقلالیت جنگیدن امروز استقلالیت را قبول دارند و جشن میگیرند. عجیبش هم در همین است که باز جشن میگیرند، نه تنها قبول دارند. منم فکر میکنم که استقلالیت مال همه تاجیکان است، هم کسانی که برای استقلالیت تلاش کردند و حتی کسانی هم که اون روزها علیه استقلالیت جنگیدند و مبارزه بردند. بالاخره بسیاری ها خطایشان را فهمیدند، درک کردند که استقلالیت چیزی بد نبوده است. البته اگر جوان مرد می بودند، وجدان و انصاف می داشتند، امروز باید پیش مردم می بر اومدند، می گفتند که ما اون وقت اشتباه کردیم، ما را ببخشید. کسانی را که در میدان ماها برای استقلالیت میدان نشینی کردند، مبارزه بردند، ما بیهوده آنها را خائن می گفتیم، ما بیهوده آنها را اذیت کردیم، ما اشتباه کردیم و امروز ما با شما این استقلالیت را جشن میگیریم. من بسیار میخواستم کسانی که دیروز ملت را تبریک کردن از طریق تلویزیون، منظورم امام علی رحمان است که مردمی تاجیکستان را به استقلالیت تبریک کرد، یک مرتبه از خودش در نزد وجدانش اگر سوال میکرد که در اون روزهای استقلال خواهی 1 ماه 2 ماه پیش از 9 سپتامبر که مردمی تاجیک، تمام قشرها، احزاب سیاسی، اسلامگراها، رستاخیز، حزب دموکرات، سازمان‌های مردمی، داملاها در میدان ماها نشستند برای استقلالیت و نهایتاً مجبور کردند پارلمان رو که این دکلراسیون را قبول کند. آقای رحمان با یارانش در کجای میدان بود؟ در کدام طرف میدان می نشست؟ و در کجای کشور بود؟ بر ضد استقلال خواهان بود یا همراه استقلال خواهان؟ حالا ما نمیگیم کسی را گناهکار کردنی نیستیم، ولی حداقل این جسارت و جوانمردی باید باشد که آدم اعتراف کند که در اون سالها ما اشتباه کردیم. خیلی جای تأسف است که نه تنها اون زمان انتقام گرفتن از استقلال خواهان، امروز هم برادران تاکید کردند که اون انتقام ها را ادامه داده ایستادند و حتی ما و شما که حالا در
اون زمان ها دانشجو بودیم، حالا از میدانداران از رهبران نبودیم، ولی چون این جوانانی که حالا طفل هستند، برای مثال نمیدونم وایسیدین چند ساله بود اون وقت شاید تولد نشده بود، اما چون اندیشه استقلال خواهی دارد، اندیشه استقلال دوستی دارد، اینم و دیگر جوانان هم هدف اون دوستان ما قرار دارند. این طرف نفر میفرستند برای کشتن که خودتون آگاه هستید به خاطر چی است؟ مگر کسی جنایت صادر کرده است؟ مگر محمد علی و سید عمر و زید و من نامهایی که گرفتن اینجا دوستان و من باز تکرار میکنم، کسانی نیست که امروز زندانی سیاسی هستند و ما به خاطر زندانی بودن نامشون را میگیریم. اینهایی که نام میگیریم ما شاهد هستیم. من باور دارم تیمور شاهدی میتید، علی میتید، عبدالستار میتید، محمد سعید و شمس‌الدین و شانعی میتید، کسانی که اون سالها ما 20 25 30 ساله بودیم. این بچه‌هایی که در زندان نشستن، اینها 2 ماه 3 ماه برای استقلالیت در میدان شب و روز نشستن، زحمت کشیدن. زید سیدوف منزل شخصیش در پهلوی چایخانه راحت بود، اگر کسی دیده باشد. ما جوانان از دانشگاه می رفتیم برای گرفتن پلاکت اینا از خون منزل زید سیدوف برای شعارهایی که برای استقلالیت و آزادی بود در اونجا تیار می شد. داملو سید عمر، محمد علی یکی از مدیراتورها یا برندگان میدان‌های استقلال خواهی بود. داملو زبیدالله، سیف الله زاده، رحمت الله رجب و 10 نفر دیگر را میتوان نام گرفت که از استقلال خواهان مبارز بودند در میدان‌ها، ولی کسانی که امروز شعار استقلالیت را صاحب شدند و مردم را به استقلالیت تبریک میکنند، آنها را بردن در زندان نشاندند و کسان دیگر را در خارج پیگیری دارند برای کشتن. من دعوتم از اون دوستان این است که حلالشان باد، اونا هم حق دارن که جشن بگیرن، اما 2 کار باید انجام بدن. یکی این که جوانمردانه اعتراف کنن که اون شب و روز در مقابل میدان استقلال خواه بودند. دوم امروز باید که این جوانمردان رو آزاد کنن و از آنها عذرخواهی کنن برای این اذیتی که کردن. نکته دیگر این است که برادران، تاجیکستان واقعا امروز دولتی مستقل است، رمزهای استقلالیت دارد، ما پرچم داریم، مرز و بم داریم، ما دولت داریم، حکومت داریم، پارلمان داریم. تمام رمزها و ساختارهایی که یک دولت مستقل باید داشته باشد امروز تاجیکستان دارد. در سازمان ملل عضو هستیم، در OBSE عضو هستیم. اینا نشانه های رسمی یک دولتداری است. اما عامل اصلی و پایه اصلی یک دولت مستقل این داشتن شهروند و انسان مستقل هست. یعنی این اصل است. این شعاری که در اینجا برادران گاه نشان میتین که پایه و ستون استقلالیت یک کشور انسانی مستقل هست، این حرفی بی اساس و بیهوده نیست. چگونه یک انسان، یک شهروند میتواند از استقلالیت کشورش دفاع کند وقتی که اون نمیتواند از استقلالیت خودش در برابر حکومتش دفاع کند؟ یک انسان مستقل نیست، نه درباره خوراکش چند مهمان دعوت کند، چند کیلو خوراک پزد، نه درباره لباسش، نه درباره حتی نامش را امروز دارن معین میکنند. تمام زندگیش از تولد تا مردن امروز حتی عضوهای بدنش رو هم تنظیم کرده ایستادن. اخیراً باز ختنه‌کنی رو هم تنظیم کردن. وقتی که یک انسان استقلالیت ندارد در تنظیم زندگی شخصیش، چگونه او میتواند استقلالیت ملی و دولتیش رو در مقابل دیگر آسیب‌ها حمایت کند؟ بله دولت ما مستقل است، اما متاسفانه ما انسان مستقل در داخل این دولت مستقل نداریم. بنابراین وظیفه ما و شما همچون پیمان و تمام قشرهای آزاد اندیش جامعه این است که برسیم به داشتن یک دولتی که در آن انسان مستقل هست، شهروند آزاد است و صاحب کرامت است. مسئله دیگر دوستان عزیز، خیلی یک مسئله از نگاه من مهم است که اینجا برادران الکی یک قسمتش رو گفتن. ما تاجیکان هیچگاه احساس استقلالیت نخواهیم کرد تا آن وقتی که این ظلم تاریخی را از بالای حرکت‌های استقلال خواهی و آزادی خواهی ملی و مذهبی نبرداریم به طور رسمی. منظور من همون چیزی است که تیمور گفت.
حرکت آزادی خواهی ملی مذهبی اولهای عصر 20 سالهای 20 تا جنگ دوم جهان که در آسیای مرکزی ادامه داشت که امروز با نام باسمچیگری معروف است و متاسفانه ایدئولوژهای و تبلیغگران شوروی در زمانش پدر و باباهای ما را با نام باسمچی یعنی راهزن معرفی کردند. این یک ظلم تاریخی است که باید پیمان ملی تاجیکستان از همین روز آغاز کند یک معرکه ملی را برای سفید کردن این بزرگواران و مبارزان به طور رسمی. تا آن وقتی که این پدران ما، باباهای ما، اون بزرگوارانی که برای آزادی و استقلالیت ملی و دولتیمان جان دادند، مبارزه کردند، بدرقه شدند، در افغانستان یک قسمش از بین رفت، تا امروز فرزندان آنها آرزوی وطن دارن برگشته نمیتونن، تا اگر آنها سفید نشوند، ریابیلیتاسیا نشوند به طور رسمی، ما نمیتونیم برای بگوییم که ما یک ملت مستقل هستیم. چگونه ما ملت مستقل هستیم که استقلال خواهان ما هنوز هم جنایتکار اعلان شدند؟ برای چی یک نفر مبارز به خاطر دینش، وطنش، ملتش، فرهنگش اگر مبارزه کرد در فرانسه، در ایتالیا، در امریکا، در روسیه، در پولش، او قهرمان است، ولی اگر این کار یک تاجیک در تاجیکستان کرد، او باید جنایتکار یا باسمچی اعلان شود. پدران و باباهای ما چیکار کردند؟ وقتی که یک کشوری بیگانه با یک ارتشی بیگانه وارد وطن شد، وظیفه ما و شما هم است که از وطن دفاع کنیم. اگر امروز به تاجیکستان یک کشوری بیگانه هجوم کند، حالا شعارهای خوب هم داشته باشد، بگوید که من به شما سعادتمندی میارم، به شما راه پاییز میسازم، به شما مثلا چراغ الکتریکی میارم، به شما اینترنت میارم، مثلا یک کشور حالا همه جا چراغ هست، وعده کنه که من به شما وای فای بی پول میارم، ولی کشور استقلالیت شما را از بین میبرم، دینتون را از بین میبرم، زبان و خطتون را از بین میبرم. وظیفه ما و شما وطن دوست و ملت دوست چی باید باشد؟ قبول کردن این غاصبان و تجاوزگران به خاطر وای فای بی پول یا به خاطر راه پاییز یا به خاطر یگان مسائل اقتصادی دیگر یا دفاع از وطن و ملت و حیثیت و هویت خودمان. بالاخره دیر یا زود هر ملت به هم راه پاییز میرسد و رسیدند هم. امروز در افغانستان همسایه قوه برق بیشتر از تاجیکستان است. شما شاید باور نکنید. در اونجا نه شوروی رفت، شوروی نتوانست حکومت کند، نه انگلیس توانست حکومت کند، مگر کشورهایی که برای ملتشون و وطنشون مبارزه بردن، اونها به این پیشروی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نرسیدند. بنابر همین نباید ما این را یک مسئله عادی پنداریم. خیلی خوب است که در تمام شوروی سابق حتی برادران ازبکی ما اخیراً در زمان کریم فتا مبارزان برای آزادی در ازبکستان را سفید کردند. روسا علاقه کازاچستو را سفید کردند و اون را جزئی سیستم دولتداری میدانند. در اوکراین علاقه کسانی که در مبارزه های اون سالها شرکت داشتند اونها را قهرمان میدانند. در کشورهای بالتیک کسانی که از لیتوا آمدند، مگر اونهایی که بر ضد نظام شوروی مبارزه کردند قهرمان ملی نیستند؟ اونها همه قهرمان ملی اند. چرا ملت تاجیک از مبارزین، از آزادیخواهان خودش قدردانی نکند و هنوز هم زیر تبلیغات ایدئولوژی منقورتانه آن زمان ما پدر و باباهای خود را هنوز هم جنایتکار بدانیم؟ بنابراین یک تکرار میکنم، وظیفه اساسی ما در آینده این تلاش کردن برای سفید کردن به طور رسمی، نه اینکه ما بین خودمان، بلکه باید به طور رسمی در پارلمان قانون قبول شود درباره آنکه مبارزان آزادیخواه سالهای 20 30 و بعد اینها همچون مبارزان آزادیخواه شناخته شوند و این داغ جنایی از بالای آنها برداشته شود. چرا این حکومت امروزه این کار را نمیکند؟ اگرچه در کشورهای دیگری سابق شوروی، در اونجا هم سابق کمونیستا اکثرا حاکمیت دارن، این کار را انجام دادن، ولی حکومت ما نه. چون که اگر این کار را که کردن، سفید کردن، بدانید که ما و شما هم ادامه دهنده اون مبارزه برای استقلالیت دیگر هیچ دلیل بر ضد ما و شما نخواهند داشت و بالاخره مجبور میشن اعتراف کنند که این مبارزه از 100 سال پیش ادامه داشت تا امروز
و کسانی که خود را نبیرگان کلتکداران سرخ میدانند تا امروز هم حاکمیت کرده ایستادند، حداقل جوانمردی کنند، بیان از ملت عذر بپرسند. مسئله دیگری که برادران اینجا از نگاه من خیلی مهم است، این بحث همین پیمان هست که ما اینجا امضا کردیم امروز و خدا را شکر و واقعا من فکر میکنم که یک لحظه تاریخی بود. اما وقتی که ما این را ربط میدهیم به استقلالیت، نه فقط به خاطر آنکه در یک روز امضا شد، هم دکلراسیون استقلالیت تاجیکستان و هم دکلراسیون تأسیس پیمان ملی تاجیکستان. البته با این امضا در امروز ما یک پیام فرستادیم به جامعه که ادامه دهنده مبارزه استقلال خواهی طولانی هستیم، یعنی این ربط تنها به یک 20 سال 30 سال آخر هم ندارد. اما من همه دوستان را در اینجا یک تاکید میکنم و دعوت میکنم که همون طوری که دیگران استقلالیت را، ارزش‌های ملی را، آزادی را احتکار کردن و اصطلاح مناپولیا کردن مال خودشان میدانند، نباید ما و شما به این کار دست بزنیم. درست است که امروز 4 گروه رسما این ائتلاف را امضا کرد، اما در نه تنها برای همه باز باشد، بلکه ما همه هموطنان خود را که واقعا هم میخواهند یک کشور آزاد داشته باشیم، یک ملت پیشرفته داشته باشیم، دعوت کنیم و راه را باز بمانیم و اونها را طرز رفتار نکنیم که اونها احساس کنند که خب همین 4 حزب ائتلاف کرد و دیگر امکانات پیوستن به این نیست، موقع گیری کنند علیه این ائتلاف. ما میتونستیم 1 سال دیگر هم منتظر باشیم، گفت و شنید راه اندازی کنیم، اونها را دعوت کنیم، اما من کاملا راضی هستم به علم که دیگر دیر کردن برابری مرگ بود برای مبارزه آزادی خواهی و استقلال خواهی. باید 3-4 نفر 3-4 گروه این مسئولیت را به دوش می گرفتن که الحمدلله امروز گرفته شد. اما هیچگاه به معنای آن نیست که در برای دیگرها بسته شده است، دیگرها امکانیت ندارند. برعکس من فکر میکنم که این اقدام حتما از طرف برادران و خواهران هموطنان دیگری مبارز جانبداری خواهد یافت و ما روزهای نزدیک شاهد آن خواهیم شد که موج وارد شوندگان به این ائتلاف طبق آیین‌نامه و نظامنامه ائتلاف بیشتر خواهد شد. نکته اخیر و اون بیشتر ربط دارد به مسائل تشکیلی این است که برادران عزیز، وقتی که در اینجا در باره استقلالیت گپ میزنیم، من فکر میکردم که حداقل 1 نفر 2 نفر از خواهران در این جلسه سخنرانی خواهند کرد. ما از تمام قشرها دعوت کردیم، قدردانی کردیم، سخن دادیم، اما متاسفانه هیچ بانی را در اینجا من در منبر ندیدم که به نمایندگی از هزارها و شاید میلیونها مادران ما و شما که برای استقلالیت زحمت کشیدن اینجا صحبت میکردن. ما در قطار این جوانمردان داشتیم خانم‌های واقعا هم مبارز مثل گلرخسار صفیه و برونیسا بردیه و آینی‌ها بابا نظر و سورینیسا حکیم و اون طبیب مشهور که اکادمیک بود. اینها واقعا برای زنده کردن اندیشه استقلال خواهی زحمت کشیدن، تلاش کردن، در میدان ها بودن و تا امروز هم همین کسانی که انتقام میگیرن از استقلال خواهان اینها را اجازت نمیدهند، اعتراف نمیکنند، به منبرها راه نمیدهند. اما نباید فراموش کنیم که در پس اون هزارها جوانمردی که در میدان استقلال خواهی ماها می نشست، حتما 2-3 زن بود برای آنها غذا می پختند. مگر مادران ما و شما هر کدام اونهایی که به میدان شهیدان و برای استقلال خواهان نان می فرستادند، نان می پختند، خوراک می پختند، کیها بودند اونها؟ اونا مادران بودن، زنها بودن که شب و روز زحمت میکشیدن. بنابراین من بسیار خواهش میکنم در آینده اگر واقعا ما میخوایم یک پیمان ملی باشیم، حرکت ملی باشیم، باید تلاش کنیم که نقش مادران، نقش زنها در مبارزه ما بسیار چشمرس باشد. من یک خواهش میکنم از خواهران، از مادران، بیا در آینده دیگر خودتون از برادران جدا نکنید. من این را همچون رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان میگم. برادرانی که این جلسه را تشکیل میکنیم،
خب چند نفر از برادران با همراه خانوماشون آمدن. بابا جان برای چی خانوم تو در پهلوی خود در همین جا نمیشینونی؟ خب برنده کنید یکی از خواهران را. برای چی؟ چرا حتما خواهران جدا از برادران بشینن؟ خب درست است که در جامعه تاجیکستان ما یک فرهنگ داشتیم و هنوز هم هست، ولی بالاخره ما دیگر در یک راه هستیم، در یک مسیر هستیم. من یکی از خواهران این قصه را کنم، در دفتر حزبی نامزد بود به پارلمان کشور. در جلسه حزبی در دوشنبه آمدیم، گفت رفت در کنار خواهران نشست. من جا را خالی کردم که اینجا بشیند. گفت که برای من راحت‌تر این است که در پهلوی خواهران بنشینم. عادت نکردم. گفتم عادت کن آیسته آیسته. بشین در پهلوی من، برادرت هستم، من رئیس حزب هستم، شما اعضای ریاست هستید، بشین عادت کن، هیچ گپ ندارد. در اینجا خلوت نیست، قاعده شرعی رعایت هست. گفت نه به هر صورت من راحت‌ترم که اونجا بشینم. گفتم ببین خودت نامزد به وکیل مجلس نمایندگان هستی؟ گفت بله. تصور کن که فردا انتخاب شدی، رفتی به پارلمان، در پارلمان در پهلوی اعضای حزب کمونیست میشینی. حالا که من اعضای حزب نهضت هستم، رئیس خودت هستم، در پهلوی مگر نامزد نشدی؟ خودت نامزد شدی، میری در پهلوی اعضای حزب کمونیست میشینی، حزب خلقی دموکراتی میشینی. گاه همکارای من 50 گرم عرق زده میرن، یکی اگه مراسم باشد میشینی، دیگر کار است، دیگر سیاست است. خب وقتی که در مبارزه وارد شدی در سیاست، ما باید فرق بین مبارزه سیاسی و خانه را منظور را جدا کنیم. ولی البته شرط این است که شریعت اسلامی رعایت شود. ولی خب دیگر در تجربه کشورهای اسلامی، جامعه های پیشرفته، این چیز معمول است دیگر. من بسیار خواهش میکنم که خواهران این بیشتر به شما ربط دارد. بیاید دیگر آهسته آهسته، اگر واقعا هم میخواهید که برای استقلالیت در پهلوی ما باشید، کمک کنید. کم کم دیگر جسارتی منبر برآمدن، صحبت کردن، دعوا کردن رو هم باید بیاموزیم. من عذر میخوام که کمتر طولانی صحبت کردم، ولی بعضا لازم است که بعضی حرفا را در همین مناسبت‌ها بین خودمون باید بگیم. اگرچه گوشمون عادت نکرده است و گاها در نظرمون کمی دشوار می نماید، ولی بالاخره اینا باید در یک جا گفته شوند. بار دیگر تبریک میگویم یکی شما را و جای شکر و منتداری به همه دستاندرکاران و به خصوص برادران و خواهران ورشاو هست که از یکی آنها منتداری کنیم به نمایندگی از همه مهمان ها که واقعا زحمت کشیدن و این تالار خوب را برای ما و شما آماده کردن. و ان شاء الله این 2-3 روزه که در ورشاو هستیم برای شرکت در کنفرانس OBSE، من از همه برادران و خواهران خواهش میکنم که بسیار هم فعال باشند. فقط یک خواهش دارم، خیلی خوب شد که امسال از تاجیکستان هیئت حکومتی، هیئت رسمی هم شرکت میکنند و شنیدیم که در هیئت چند نفر از برادران ما و شما هستند، نگویم از سابق برادران. من یک بار گفته بودم، حالا میگم، نهضتی بودن این دیگر برای 1 سال و 2 سال نیست، تا مردن هست. ملا ایام‌الدین چیکار میکند، ملا عبدالرحیم چیکار میکند، برای ما اصلا اهمیت ندارد. اون نهضتی هستند دیگر. وقتی که آمدن در تالارها خیلی با آدابانه، با احترامشون سلام علیک و هیچ گپ ندارد و پیشواز بگیریم، گسیل کنیم. بالاخره ما اینجا میزبانیم دیگر، ما حالا قسما اروپایی شدگیم. خواهش میکنم به هیچ وجه حرفی دغل، حرفی مثلا کنایه آمیز، خدای نکرده یا اون کس ناراحت کردن نشود. اونا استادای ما بودند، برادرای ما هستند. حالا خداوند خودش قضاوت میکند که کی حق است و کی باطل. ما حقی در این دنیا داوری کردن نداریم، فقط مبارزه خود را ادامه بدهیم. انشاءالله حدیث شریف است که ید الله علی الجماعه، دست خداوند بالای جماعت است. وقتی که جماعت اکثریت شد، 1 نفر 2 نفرک به کنده شد، ما خب این اعتقاد ما این است که دست خداوند بالای ما هست. اون برادران را دعا کنیم که پروردگار هدایتشون کند، برگردند. انشاءالله که برگشتند آمدند در همجا، شاید که بمونند نروند دیگر، ولی اگر که رفتندم خداوند حفظشون کند برای کارشون. و فقط خواهشمون همین است که از انصاف و عدالت بیرون نروند. معیار انصاف و برادری و اخوت و اون عهد و پیمان هایی که با هم داشتیم اونا رو از یادشون نبرن.
دیگر باقی خداوند نگهبان یک و یک ما و شما باشه تا جلسه های بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.